در قرآن کریم فقر را خوب نگفته، در حدیث رسول الله فقر را خوب نگفته، در قرآن پیسه را فضل گفته، خیر گفته. پیغمبر میگه دست بلند بهترتر است از دست پایینتر. پس لطا، کسی که لط است، سست است، ضعیف است، تنبل است، سر دین ما خود حمل نکن. این دین کار است. اگر انسان فقیر به دنیا میآید عیب نیست برو، اما اگر فقیر در دنیا میمانه این عیب است. میگن پیامبر گفته الفقر فخری، فقر نداری افتخار من هست. این بزرگترین تهمت در حق پیامبر علیه السلام است. پیامبر از فقر در پهلوی کفر به الله پناه برده. اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. این دعای پیامبر است. پروردگارا من از کفر و فقر به تو پناه میبرم. فقر را در پهلوی کفر قرار داده است. پیامبر همیشه دعا میکردن اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة. پروردگارا من از فقر به تو پناه میبرم، یعنی از تو توانگری میخواهم، ثروت و مال حلال میخواهم.